و حاجتی که شما در طلب آن بودید. همه فرشتگان آسمان چنین محفل را، چنین حلقه را جستجو میکنن. یه ایدهش که میبیایه همین حلقه را میبینه که یه در 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 20 نفر آدم جمع شده و ذکر و تسبیح و تحلیل و درس گفته ایستادن. نگارا را فریاد میزنن بیایید. ملائکه ها را میگن بیایید که اینجا عجیبه، در این خانه خدا مردم جمع شدن، سخن خدا میگن، سخن رسول میگن، بیایید با هم. فرشتگان با بالاهای خود آنجا را چی میپوشانند. بعد فرشته ها اگه میبیان پر و بالا را خیلی پراشان با هم بالای هم میانده، همین نشستگاه بالکلیه نه، همین قشلاق هم میپوشانند. همه قشلاق چی زیر پر و بالای خود میگیرن از طفیل این حلقه. طبق به طبق، دسته به دسته، روی هم فرشتگان الهی چنان میآیند که خیلی موضوع ها را دوست میدارند که میگه گروه گروه، طبق به طبق بالای هم میان، همه خیلی این مردم را تماشا میکنن. این منظره خودشان میآید، خوش میرن تا به آسمان دنیا میرسن. خداوند آنان رو میپرسد. اینا بعد از اینجا که درس تمام شد، فرشته ها برای حساباتی نزد الله میروند. بعد نماز شام الله فرشته ها رو میپرسد، در حالی که خدا از فرشتگان آگاه تر است. فرشتگان اینجا میبینن، از اینجا که بعد تمام شدن درس که بالا میرن، الله از این حلقه میپرسه شما، در حالتی که الله از فرشته ها خود بسیارتر داناتر است. الله خودش میدونه که در اینجا هر بگه چی گپ میشه. الله از فرشته ها زودتر میدونه. لیکن با هر حال فرشته ها را که مأموری همی کردن، مسئول همی کردن، اینجا اسمی را حسابات میدن. فرشتگان چی میپرسد؟ بفرماید بندگان من در روی زمین چی میگویند؟ حالی فرشتگان میروند و میگه شما بنده های من در کدام حالت دیده؟ چی میگفتن؟ و یه شیشتنده مچی لقلقی بفویده بود یا که سخن خدا و رسول. فرشتگان میگویند حمد و ثنا و ذکر و تمجید تو را بر زبان می آوردن. پروردگار رو میگن، فرشتگان میگن ایده بندگان تو در خانه تو جمع شدن، تسبیح گفتن، تمجید گفتن، ذکر کردن، تحمید گفتن، خب نماز خواندن، امر معروف کردن، نهی منکر کردن. میفرماید آیا مرا دیدند؟ خدا میپرسه شما که این بنده هایی که در خانه ما ششتن و عبادت کردن و تسبیح و تعلیق ما دیدگیان؟ الله میپرسه ما دیدن؟ میگن خیر نه، خدای تو را ندیدن. شما را ندیدن؟ میگن ملائکه اصلی خدا میگن نه، خدای تو را ندیدن. این بنده ها میفرماید الله چی میگه؟ اگر مرا میدیدن حال آنان چگونه بود؟ این بنده های مایی که در خانه های خدا میدرن، میشینن و نماز میخوانن و عبادت و بندگی و تسبیح و تحلیل و امر معروف و نهی منکر و گفتگوی خدای و رسول میکنن، همه ما دیدن؟ میگن نه. اگر هر آینه ما میدیدن این بنده های من چخیلی میشیدن، چیکار میکردن؟ میگوین فرشته چی میگن؟ اگر شما رو میدیدن عبادت و حمد و ثنا و ذکر تو رو بیشتر از آن انجام میدادن. خدای اگر هر آینه اینا تو رو میدیدن، حاضی که به پروایانه صحبت دارن، صحبت میکنن، بعضی ها به پروایانه گوش میکنن، بعضی ها منافق صفت ها نمیتونن که گوش کنن. الله با بعضی ها رو نصیبی اینی صحبت گوش کردن نکرده. الله وقتی که خود نخواهد که یه بنده سخن خدا و رسول نخواهد، جرأت نمیکنه که از در مسجد درون درآید. یعنی از چنین نعمت عظما بعضی ها را محروم میکند الله. خدا پناه دید از اینی که از این نعمت محروم شد. آن روزی که بنده در بالای تابوت میبرد، تابوت وقتی خوابش میکنن، بعد در کیچ مردم تکان طرف قبرستان میرود.
این بنده در درون تابوت انگشت حسرت میگذد، سخت انگشتش میگذد. کاش که زیادتر گوش میکردم، کاش که زیادتر در چنین محفل ها میشیشتم. چرا گریختم؟ یا فکری میشود. اگر خدای تو را میدیدم عبادتشان 10 چند 100 چند زیاد میشد. میفرماید از من چی میخواستن؟ این بنده ها در شیشتن سخنی مرا گوش کردن، سخنی پیغمبری مرا گوش کردن. یا ایما چی میخواستن؟ ملائکه را میپرسن. ملائکه میگن از تو بهشت میخواستن. این مردم در اینجا آمدن، اینجا روشان طرف قبله شیشتن، سخنی تو را گوش کردن، آرزوشان بهشت است. بهشت. الله میفرماید آیا بهشت را دیدن؟ بهشت دیدگیان میگن فرشتگان میگن نه خیر ندیدن. و الله اگر بهشت را میدیدن پروردگار میگه حال آنها چگونه بود؟ اینا بهشت ندیدن، برای بهشت رفتن میبیان اینجا میشینن ساعتها سخن خدا و رسول گوش میکنن، وقتها را در خانه خدا میگذرانن، عبادت و بندگی میکنن. بهشت ندیدن. اگر بهشت میدیدن چیکار میکردن؟ اگر بهشت را میدیدن ملائکه میگفتن حرص و طمع و کوشش و طلب و رغبت آنان بیشتر از آن بود که داشتن. عشق و محبت که حاضی دارن، ظاهرا عشق دارن این بنده های خدا، اندکی هم باشه عشق دارن، میخوان بهشت برن. لیکن هر آین اگر بهشت را میدیدن ذره یک حلقه که زمین یا یک میوه از میوه های بهشت اصلیش اگر میدیدن، این عشقی که حالی دارن 100 برابر زیادتر میشد. الله میفرماید از چی چیز به من پناه میبردن؟ همین مردم در اونجا میشینن، ای چی چیز از خدا پناه میبرن؟ خدای ما را از چی پناه بده؟ میگن فرشتگی از عذاب آتش جهنم. اینا خدا بهشت میخواستن لیکن از دوزخ چی؟ میترسن. ذره هم که باشد از دوزخ میترسن، به تو پناه میبرن. الله میفرماید آیا آتش جهنم را دیدن؟ خدا فرشته ها را میپرسه اینا میترسن از دوزخ؟ میگه ها. آیا آتش دوزخ دیدگیان؟ میگه نه خیر دوزخ ندیدن، خدای آتش جهنم ندیدن. خب اگر جهنم رو میدیدن حال آنان چگونه بود؟ اگر این مردم دوزخ رو میدیدن حالشون چگونه بود؟ فرشتگان میگن اگر میدیدن جهنم رو بیشتر میترسیدن. حالا دوزخ را ندیدن کم کم میترسن. اگر یک انسان خدای نخواست از قبر زنده میشد و جهنمی میشد میبرامد، دوزخی میشد، سوختگی و سیاه شده از قبر بلند میشد میبرامد، میگفت که دوزخ بسیار جای سخت است، مردم احوال مرا بینه آتش مرا چگونه کرد. این مردم سخت میترسیدن خدایا. حالی ندیدم. بسر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی میپرسی؟ بیایی دانی. حالی بیا با میدانی چی پس. حالی قبر میدانی، او خانه و چر نیست. قبر فقط همه چقدر خالی ندان. و قبر برای صاحبش بسیار یک موضوع خطرناک است. بسیار چی؟ خطرناک است. اگر میدیدن خدایا عذاب جهنم را اینا بیشتر میترسیدن و زیادتر چی؟ فرار میکردن، میگریختن از دوزخ. خدا در پاسخ جواب فرشتگان میفرماید شما را گواه میگیرم. ببین الله همون ملائکه‌ای که حاضر آمد در صف شما شیشتگی‌اند، بعد نماز شام خداوند محاکمه شان میکند، حسابات میتن اینا حاضر میرن بعد نماز شام. بعد پرسیدن و سوال جواب کردن این ملائکه ها الله چی میگه؟ شما را این ملائکه که ای همین موضع ای همین نشست برای من حسابات داده، شما را شهید میگیرم، گواه میگیرم، من آنان را بخشیدم گناهشانه. حاضر خداوند نماز شام ده اعلان بخشیدن گناه شما را میکنه توسط شهید همه ملائکه ها. چند نفر انسانی که در سخن خدا گوش کرد، پیغمبر گوش کرد، حالی بعد شام اعلان میکنه که شما گواه باشه که همین مردمی که در شیشتن گوش کردن، از خدا ترسیدن، از عذاب جهنم ترسیدن، آرزوی بهش رفتن داشتن، مقصدشون بهش رفتن است. خب
از عذاب جهنم پناه بردن، همش بخشید.